این صحبت اخیر مقام معظم رهبری با این کنگره‌ای که مسابقات بین المللی قرآن را داشتن تذکرات خیلی خوبی دادن. می‌فرمان قرآن معجزه پیامبر است. یعنی از طریق قرآن میفهمیم که این مرد، این انسان نمیشه که عادی باشد. این حرفهایی است که حکایت از این داره که یک کمال و خصوصیات خاصی در پیش اومده است برای این پیامبر، این شخص. یعنی دقت کنید جمله حضرت آقا خیلی حکیمانه است. میگه آقا شما از طریق قرآن متوجه میشید که این مرد نمیشه که دانشمند باشه، باسواد باشه. هیچ باسواد و دانشمندی این حرفا را نمیتونه بزنه. مسئله خیلی غیر این حرف هاست. بعدم فرمودن که خب معجزه خالده است. تعبیر خیلی خوبیه. یعنی تا قیام قیامت هر آنچه انسان بیاد و باز بیاد این براش حرف داره. هرچه بیشتر انسان‌ها آماده بشند این قرآن اتفاقا اون وقت حرفاش زده میشه. فرمودن تا هزاران سال دیگر جلوی چشم مردم است. بعدم فرمودن نظم قرآن یکی از معجزه هاش است. مفاهیم قرآن این که از سنن ذاتی این عالم سخن میگه، این که جان انسانها را با انسانها در میون میگذاره. بعد فرمودن خب این قرآن اومده است اگر باش درست برخورد بشه در این جهان سراسر آشفته سامان میده به زندگی ها.